زن گل نیست که پرپر شود، آتش نیست که خاموش شود. زن برای زیستن آمده است، برای ساختن آمده است. پس بگذارید که زن زندگی کند، آزاد باشد، دور از ارنو نگاه و اراس. 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان. اما ساله در سراسر جهان با یک شعار جدید تجلیل می شود که شعار امسال ما هست: نگفتن و خشونت علیه زنان در فضای دیجیتال و یا شبکه‌های مجازی. بیایید متحد شویم تا قوانین و سیاست‌ها را برای محافظت حقوق زنان در فضای دیجیتال و مجازی امن‌تر بسازیم، تا بتوانند زنان با حقوق مساوی، امنیت، برابری در فضای واقعی و مجازی زندگی امن‌تر داشته باشند. بیایید با خشونت علیه زنان نه بگوییم.